در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. وقتی که برای منافقین گفته میشه فساد نکنید، رشوت نخورید، سود رواج ندهید، فیلمهای مبتذل به این شهر خون و قیام ملت مظلوم افغانستان رواج ندهید. وقتی بری از اینها گفته بشه لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید، خیلی فساد کردید، قالوا انما نحن مصلحون، جز این نیست ما اصلاحکاراییم، ما میخوایم صلح بیاریم، ما میخوایم که شما بین شما و ابو جهل و ابو لهب محبت بیایه. این کار نفاق هست. صلوات ختم نفاق. منافقین کو گفتن جز این نیست ما اصلاح کاراییم، ما کسانی هستیم که ما صلح میاریم. الله از فوق آسمان ها الا حرف تنبیه، الا اعلامه،
آگاه باشید، خبردار. الله سبحانه و تعالی چی حرف زیبایی رو به کار برده؟ الا، آگاه باشید، با خبر. الله جواب میده اینهایی که گفتن ما مفسد نیم، اینهایی که گفتن ما فساد نمی کنیم، ما مصلحیم، الله میگه الا انهم هم المفسدون. آگاه باشید، با خبر باشید که همانا ایشان مفسدینن. الله منافق مفسد میگه ولکن لا یشعرون. اصل فسادکارا ایناین ولی اینا شعور ندارن. سود رواج میدی، فیلم مبتذل رو به کشور میاری، سود و قمار به اوج خود رسیده، بی‌حیایی و فحشا به اوج خود رسیده، هنوز هم میگی انما نحن مصلحون. هنوز هم الا آگاه باش. حرف تنبیه، این حرف رب العالمین هست. آگاه باش که انهم هم المفسدون، اینها مفسدینن. فساد چیه؟ بعداً توضیح داده میشه ولکن لا یشعرون. اینها شعور ندارن، عقل ندارن. بیا پیمان امضا کن، باز بگو امنیت میآیه. گرگر بیار چوپان استاده کن، باز بگو امنیت میآیه. از دزد و قطاع و طریق و زانی و لوتی و بدبخت و شقی دفاع کن، بعد امنیت میآیه. امنیت از کجا میآیه؟ امنیت کجا هست؟ سروران عزیز و بزرگوار، چی کتابیه، چی جوابهای دندان شکنی داره. الله هم خوب تون صحبت میکنه. الله چقدر ذات اقدس الهی، این تندی کلام اللهه که با خبر اینا مفسدن، اینا خود اینا فسادکارن. میاین به مسجد النبوی میشینن، با مسلمان ها میشینن، با ابوبکر و عمر و عثمان مینشینن، اما وقتی بیرون برن باز دیگه کاری دارن و دیگه فکر و مفکوری دارن. ولکن لا یشعرون، اینها شعور ندارن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، عوامل فساد در زمین چی هست سروران عزیز و بزرگوار؟ اول، فساد به ذریعه نفاق، کفر، شرک. در هر سرزمینی که نفاق باشه، یعنی منافق باشه، شرک باشه، کفر باشه، او زمین آلوده به فساد هست. او زمین آلوده به فساد هست. مثل اینه که در و پنجره و اینها باز باشه، یک باد تند هم باشه، بعد بگیم باد به داخل این مسجد نیایه. به سرزمینی که منافق باشه، به سرزمینی که کفر باشه، به سرزمینی که شرک باشه، او سرزمین آلوده به فساد هست. دوم، فساد به ذریعه اجرای رسوم جاهلیت و وضع بدعات. جامعه‌ای که رسم و رواج جاهلیت را انجام بده، در او زمین فساد پیدا میشه. چی خوب همینجا یک اشاره هم داشته باشیم. رسمهای جاهلیت، بعضی رسمهای امروزه رواج پیدا کرده که باور کنیم مردم دوران جاهلیت همچنین کارهای نمیکرد. خدای تبارک و تعالی به تو نعمت داده که کل الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. النکاح سنتی، نکاح سنت پیامبر هست. ازدواج کردی، خدا نعمت همسر برای تو داد، حالا دیگه شکر الله رو بجا کن. اما چی لازمه که 20 تا 30 تا موتر رد برد کردن، جیغ داد کشیدن، فریاد زدن، موتورسیکل و بالاخره اینها را پرش دادن، و باز از همه جالبتر بیار به زیارت خواجه انصار هم یک چرخی بده. دل دماد میترقانی. دماد باید شاد باشه، میاری قبرار نشان میدی. شادی در این نمیشه که چکار بشه، موترها پرش بشه، موترها و بالاخره اینها کارهای جاهلیت سروران عزیز. 3 شب قبل یا 4 شب قبل بود، بعد از نماز شام من طرف شهر میرفتیم، کمیت یک واقعیه. گفتم خدایا به دوران جاهلیت همچنین نبودن. به داخل یک موتر
20 تا جوان که خداوند همه جوان ها ما رو از این آفات حفظ کنه. جوان ها عجیبه، به زبان من نمی لباسا خور بیرون کرده بودن، به تا سقف موتری چرخ میدن. همین چی معنا داره که به جلو عروس داماد پیرن خور از بر کشیدن؟ همین یک لحظه خود شما عقل داریم فکر کنیم همین چی معنا داره؟ همین چی معنا و مفهومه؟ به جلو عروس و داماد پیرن خور از تن کشیدن. معنا و مفهومی رو دیگه تفسیر نمی کنم. اگر در خانه کس است یک حرف بس است. پس به این عزیزان من، در زمینی که رسم و رواجهای دوران جاهلیت بیایه، او زمین آلوده به فساد میشه. اینا زمینه فساد هست. چقدر مصرف، چقدر بالاخره. حالا موتر گل زدی از داخل دروازه تالار بردار، یم اصل شرعی جایگاهی نداره، ببر به خانه خودگه. ایر ببر به باغ ملت و ببر به تخت سفر و ببر به پشتون پول و بیار به زیارت خواجه انصار و به این طریق. همین عقل خوب چیزی برای هر انسانی. پس در این قسمت باید برادران عزیز و بزرگوار هر کدام ما همدیگر را نصیحت کنیم. شاید جوان ها ما نفهمن، ندانن، متوجه نشن که این عکس العمل ها چقدر تکر داره، چقدر ضربه مالی داره، ضربه جانی داره، چقدر خستگی داره، چقدر بی‌آبرویی داره. برادر عزیز، تو مسلمانی، در کنار مسلمانی غیرت مسلمانی، شجاعت مسلمانی، غیرت افغانیت کجا شد؟ چینگ چادر ناموس تو وقتی 20 سال پیش کسی میدید جان میدادی. حال ناموس سر وسیط جلو و موتر بشان و نیمه برانه به تمام شهر نشان بده که برادرها ناموس ما همینه. عزیزان من، خیلی اینا شکایت های دوستا خیلی از این طریق رسیده، از لحاظ تکر، از لحاظ چی. همین واقعی که چند وقت پیش در گوشه ای از شهر ما و شما شد که داخل موتر و موترم رفت به جو و بالاخره چند نفر تلفات داشت، همه از اثر همین غفلته. انسان غافل بشه چنین حالتی بر سرش می آید. پس فساد به ذریعه اجراء رسوم جاهلیت و وضع بدعات. سوم، فساد به ذریعه حب جا و مال و منصب که تاریخ در عرصه گواهی. حب جا، حب مال، حب منصب، اینها چیه؟ وسیله یا فساد به ذریعه اینها میشه. چهارم، فساد به ذریعه توهین به سلف صالحین، بزرگان دینی که اینها زمانی که زمین پر از شرک و کفر و ظلم و تعدی بود، اسلاف صالح ما مردانه با صلاح قرآن و سنت و با نیروی معنویت وارد میدان شدن. حالا بیا به بزرگان دین توهین کن. توهین به بزرگان دین، توهین به اولیای خدا انسان رو گستاخ میکنه. وقتی انسان گستاخ شد فساد میکنه. وقتی دوستان خدا به نظر انسان نیامد، خود چیز واضحه که دیگران نمی آید. پس خیلی باید متوجه باشیم که با بزرگان خود احترام داشته باشیم. احترام نه این که بریم بالاخره غلو کنیم، قبر اینا رو ببوسیم و بالاخره از اونا کمک و استعانت و اینها بخوایم. نه، احترام همینه که راه و روش بزرگان دین و اسلاف صالح خود را تعقیب کنیم. پنجم، فساد به ذریعه اختلاف میان مردم. در هر جامعه که اختلاف بشه فساد پیدا میشه. چقدر جوانانی به خاطر قومیت کشته شدن. تو از فلان قومی، می از فلان قوم یعنی چی؟ قرآن رو میخوانیم که انشاءالله در سوره حجرات که میاره قوم که شده لتعارف، تا هم دیگر رو بشناسیم. من اولاد خواجه انصار اگر زهد و تقوا و پرهیزگاری در من نبود، برابر سر سوزنی به حال من فایده نداره. برابر سر سوزنی فایده نداره. پس قومیت لتعارف، تا هم دیگر رو بشناسیم.
اما بیترین شما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا هست. هر قومی که اختلاف پیدا شد، در هر جامعه‌ای که اختلاف پیدا شد، در هر ملتی که اختلاف پیدا شد، در هر خانواده‌ای که اختلاف پیدا شد، بین زن و شوهر که اختلاف پیدا شد، این زمینه و ذریعه به وجود آمدن فساد میشه. ششم، فساد به ذریعه ایجاد اختلاف و شگاف بین مذاهب حقه. الحمدلله مذاهب حقه، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، مذهب امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، اینا همه بزرگان دینن. اما این که یکی بلند بشه به مذهب احناف انتقاد کنه، این زمینه فساده. و یا یکی بلند بشه علیه مذهب شوافی، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه چه کار کنه؟ توطیه کنه. این هم زمینه فساد به وجود میاد. اگر امروز یک عالم شافعی بیایه، با احترام کامل او را جلو میکنیم، همه ما پشت سر از او اقتدا میکنیم. امام شافعی رحمت الله علیه، اگر یک عالم حنبلی بیایه، یک عالم بالآخر مالکی بیایه، مذاهب حقه هیچ کس نمیتونه. اگر کسی توطیه علیه مذاهب حق داشته باشه، چه کار کرده؟ فساد در به وجود آورده. اینا بزرگان دین بودن، زحمت کشیدن. باور کنید که امام ابو حنیفه زهد و تقوایش، امام شافعی زهد و تقوایش، اینها تنها به درجه علمی به این مقام نرسیدن، در کنار فقاهت زهد و تقوا هم در کنارش بوده. پس به این سروران عزیز و بزرگوار باید متوجه باشیم. ای که اگر یک دوست برادر میبینیم که در افغانستان اکثرا نزدیک به کل همه حنیفیه، اصلا مذهب شافعی در افغانستان بیخین نداریم، اگر تازه کسی وارد بشه داشته باشیم. اما اگر یک وقت متوجه شدیم که یک برادر ما آماده در کنار ما استاد شده، دستاش این رقم گرفته، نباید دیگه اعتراض بشه، دستایش پایین تر بسته. اگر رفع یدین میکنه، به مذهب خود عمل میکنه، اینها مذاهب حقیان. پس در این قسمت باید متوجه باشیم اختلاف و شگاف بین مذاهب حقه چه کار میشه؟ به وجود آمدن فساد میشه. همینطور که میگیم مذاهب حقه، متوجه باشین که مذاهب باطل هم خیلی داریم. مذاهب باطله، مذاهب خرافاتی، مذاهب بدعتی، مذاهبی که بوی از اسلام و قرآن در اونها نیه ولی به نام اسلام معرفی شده. اما این اختلافات همه اهل بدعت و بالآخره مذاهب باطل میارن به خرما و شما میدن و بالآخره میخواهن که مذاهب حق و اهل سنت و جماعت به جان هم دیگر بیندازن. هفتم، فساد به ذریعه مداهنت با کفار، چاپولیسی با کفار. اسلام دین مستقل، دین پویا، دین کامل، خودکفا، به پیروان خود اجازه نمیده که در مقابل کافر سرخم نمایه. هیچ وقت اسلام به پیروان خود اجازه نمیده که مقابل کافر سرخم بکن. چرا؟ چون دین تو ای مسلمان کامله، دین تو دین عزت آفرینه، دین تو دینی هست که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل دین تو، دینی که الله از این دین راضیه، الله این دین رو برای تو انتخاب کرده. به شان مسلمان نمی آیه که با مقابل کافر سرخم بکنه. با کافر معامله بکن، با کافر نشست و برخاست بکن، ولی گوش رو به دست کافر نده. اسلام از خود هیبت داره، اسلام از خود شأن و شوکت داره، اسلام از خود قوت و اقتدار داره. اما امروز که اسلام را ضعیف جلوه دادن، امروز کفار آمده بر سر مسلمان ها غالب شده. باز حرف اول ایمانه که این همه بدبختی ها منافقین بر سر ما آورده.
هشتم، فساد به ذریعه مدارا با اهل بدعت. وقتی با اهل بدعت کسی مدارا کنه به زمین فساد می آید. او به ابوبکر و عمر و عثمان توهین میکنه، تو میری در جلسه از او، در محفل از او با مادر مؤمنین عایشه صدیقه او لفظ فاحشه را سر میده. تو چگونه فرزند عایشه ای که با اهل بدعت مدارا میکنی؟ بعد چی میگن؟ وقت این نیه. وقت چی نیه؟ وقت اینه که ما را بکشن، ببریم پیش مادر خود عایشه صدیقه طیبه طاهره. وقت چیه؟ پس فساد به ذریعه مدارا با اهل بدعت، به مجالس اهل بدعت رفتن و با آنها نشست و برخاست کردن، این چه کار میشه؟ این زمینه فساد رو به وجود میاره، دشمن رو گستاخ میکنه. اما این باید متوجه باشیم که خیلی نکته مهمیه. هر کس رو دیدیم که با اصحاب پیامبر توهین میکنه، با او کسی که مدارا کنه، این زمینه فساد رو برا انداخته. اینجا آیه مبارکه میگه الا آگاه باشید که انهم هم المفسدون، اینها مفسدین هستن ولکن لا یشعرون، اینها شعور ندارن. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. هنگامی که گفتش برای منافقین آمنو، ایمان بیاورید، کما آمن الناس، مثلی که دیگه مردم ایمان آوردن. دیگه مردم کینن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم با اطراف پیامبر کی بودن؟ صحابه پیامبر بودن. وقتی گفته می شد که ایمان بیاورید مثل ایمان ابوبکر، مثل ایمان عمر، مثل ایمان عثمان، مثل ایمان علی مرتضی، مثل ایمان صحابه، قالوا، این منافقین چی می گفتن؟ انؤمن کما آمن السفهاء، آیا ایمان بیاوریم مثل این بیخردان؟ آیا ایمان بیاریم مثل این بیخردان؟ صحابه پیامبر بیخرد میگفتن. به مسجد پیامبر هم می آمد، به جلسه پیامبر هم می شیشت، در کنار پیامبر هم زانو می زد، اما می گفت که من ایمان بیارم مثل همین بیخرده، مثل بلال حبشی سیاه، مثل صهیب رومی، مثل سلمان فارس. باز الله از فوق آسمان ها میگه الا، با خبر باشید، حرف تنبیه، با خبر. الله سبحانه تعالی متوجه میسازه، اعلان میکنه الا انهم هم السفهاء، همانا اونهایی که با صحابه پیامبر بیخرد میگن، اینها کینن؟ خود اینا بیخردن. این الله میگه الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، اینها نمیدانن، اینها عقل ندارن، شعور ندارن، نمیفهمن که راه کجا هست. چقدر الله تون صحبت میکنه، چقدر الله صحابه دوست داره، چقدر الله معلم و متعلم را دوست داره. معلم پیامبره، متعلمین شاگردان پیامبره، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و سعید و ابو سفیان و معاویه، اینهاین. قرآن عزیزان من با تقیه تفسیر نمیشه. اگر هر کس اعتراضی داشته باشه میشه که دیگه تفسیر نخوانید. قرآن هنوز تندتر حرف میزنه. هنوز به کجاییم؟ با آیه 13 قرآنیم. کل این قرآن رو وقتی بخوانیم میبینیم که الله با کفار چی جواب دندان شکن میده، الله با منافقین چی جواب دندان شکن میده، الله با دشمنان صحابه چی جواب های دندان شکن میده.
و اذا لقوا الذین آمنوا، هنگامی که ملاقات کنن مسلمان ها را، وقتی که با مسلمان ها روبرو میشن، وقتی منافقین به مسجد النبوی داخل میشن، قالوا آمنا، میگن ایمان آوردیم. وقتی با منافقین که مسلمان ها روبرو میشدن و منافقین با مسلمان ها روبرو میشدن، اینجا منافقین چی میگفتن؟ ایمان آوردیم، ما مؤمنیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، هنگامی که خلوت میکنن به سوی شیطان های خیش. ببینید چقدر الله تون صحبت میکنه. رؤسای نار شیطان میگه، نام نگرفت که هنگامی که اینها میرن به سوی بادارهای خود، نه، میگه الی شیاطینهم. بادار منافقین شیطان هست، رئیس منافقین شیطان هست، رؤسای کفار شیاطینن. الی شیاطینهم، وقتی که با این شیاطین روبرو بشن چی میگن؟ وقتی به مسجد النبوی بیاین میگن که ما از شما هستیم. وقتی با مسلمان ها روبرو بشن ما از شما هستیم. هیچ فرقی نمیکنه، باید وحدت باشه، باید اتحاد باشه، باید اتفاق باشه. اما وقتی که با رؤسای خود میرسن، قالوا انا معکم، میگن ما همراه شما هستیم. انا معکم، ما همراه شما هستیم. خب این بادارا از اینا، رئیس از اینا، شیطان های بزرگ از اینا میگه خب وقتی که با ما بودید پس به مسجد النبوی چی کار داشتید؟ چرا در جلسه پیامبر و صحابه پیامبر رفتید؟ میگن ما رفتیم، انما نحن مستهزئون، ما جز این نیست که استهزاء کننده، ما رفتیم که مسلمان ها استهزاء کنیم، ما رفتیم که شاگردان پیامبر استهزاء کنیم. باز الله جواب میده، الله یستهزئ بهم، خدا جزای استهزای از اینا رو میده. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و مهلت میده الله منافقین در طغیان و سرکشی از اونا، یعمهون، تا آنکه متحیرن. این سوالیه، یا یه سوال جواب میده. بعض انسان ها میگن چرا دیگه حکومت فلانی سرنگون نمیشه؟ چرا فلان نظام سرنگون نمیشه؟ چرا فلانی به زمین خسف نمیشه و فلانی چرا مسخ نمیشه؟ الله سبحانه و تعالی میگه من برای منافقین مهلت میدم. این مهلت از اینا چگونه مهلتیه؟ مفسرین مثالی بیان میکنن. یک نفر دشمن خور بگیره، بعد از اینکه دشمن رو گرفت، از صبح تا شام ایرا خوب نوازش کنه، دار هم پیش رو از یاویزان باشه، شام بگه طور به دار میزنم. از صبح بسیار صبحانه خوبی برایش بده، چاشت بسیار غذای زیبایی برایش بده، خب چای هلداری برایش آماده کنه، خب برایش تشریفات بگیره، شامم او به دار بزنه. آیا این پذیرایی از او لذت داره؟ این پذیرایی لذت نداره. این مهلتی که خدا به منافقین میده به اینه که الله میگه باشه که طغیان شما و سرکشی شما بیشتر بشه، باشه که خوب طغیان کنیم، خوب سرکشی کنیم، اما ولهم عذاب علیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین در عذاب مؤلم و دردناک گرفتار میشن. منافقین به تحترین جهنم میافتن. منافقین در دنیا و آخرت رسوا میشن. به اینه که الله میگه ما برای از اونا این مهلتی که میدم این عزت نیه، این مهلت هم یک نوع ذلتیه.
کسی دشمنی داره، وقتی دشمن خود روبرو میشه چه کار میگه؟ بریو میگه بفرماییم بشینیم. این بفرماییم بشینیم چی معنایه؟ این که استهزایی. بفرماییم بشینیم از روی تعرض. قرآن برای منافقین چی میگه؟ میگه بشر المنافقین، مژده بده منافقین، مژده بده. مژده که کار زیباییه، اما خدا میگه بشر المنافقین، مژده بده. خدا هم اونا رو استهزا میکنه. در روایتی میاره میگه منافقین خداوند به صحرای محشر اینا رها میکنه که او دروازه بهشت. این منافقین که دروازه بهشت رو میبینن دویده رو به طرف بهشت که میدون، الله دروازه رو میبنده. خدا اونا رو استهزا میکنه، اونا رو خدا مسخره میکنه. شما در دنیا میگه مسلمان ها رو مسخره میکردید، اهل ایمان رو مسخره میکردید، اهل قرآن رو مسخره میکردید. الله ولی الذین آمنوا، مسلمان ها دوستان الله یان. الله میگه دوستان مرا شما استهزا میکردید، من هم شما را استهزا میکنم، تمسخر میکنم، بالآخره عذاب میدهم. اولئک الذین اشتروا الضلالة، این گروه کسانی هستند که خریدن گمراهی را بخریدن. چی بدادن؟ بالهدا، عوض هدایت دادن. خیلی بدبختیه که با کفر بیا به مسجد النبوی، با کفرم بیرون شو. با بغض بیا شاگرد محمد رسول الله شو، با بغض هم بیرون بشو. عجب معاملیه، عجب. گمراهی بخر، هدایت بده. فما ربحت تجارتهم، اینا فایده نکردن از تجارت خیش، فایده من نشد تجارت از اینا. و ما کانوا مهتدین، نبودن اینها راه یافتگان، اینا راه پیدا نکردن، اینا اصل راه نفهمیدن. منافق فکر میکنه می 4 روز دنیا خوشگذرانی کن، خوب در دنیا زندگی کن. اگر اینجی به تو مشکل بود برو به خارج مشکل بود بیا به افغانستان مشکل بود برو به دیگه کشوری سیر کن. پول داری، قوت داری، قدرت داری، هر طرفی که بری از چنگ خدا کجا میری؟ هر طرفی که بری، به هر هواپیما و طیاره‌ای که بنشینی، به هر نقطه دنیایی که سفر کنی، ولی در دل تو که ایمان نبود و نفاق کاشته شده بود، کجا میری؟ کجا؟ از چنگ ملت مظلوم افغانستان فرار کنی؟ اما خدا کو مظلوم نیه، خدا کو بی اقتدار و بی قوت نیه، خدا کو ضعیف نیه. پس در این لحظه باید یک لحظه انسان فکر کنه که این تجارتی نیه، این فایده من نشده. فرعون کجا رفت؟ نمرود کجا رفت؟ قارون کجا رفت؟ ابو جهل چی شد؟ ابو لهب چی شد؟ عتبه، شیبه، ولید، اینا چی شدن؟ اما بلال حبشی که سخت شکنجه شد گذشت. سمیه شهید شد، اولین شهید راه اسلام. سمیه کجا رفت؟ حضرت آسیه هر قدر فرعون دنیا را برایش جلوه داد قبول نکرد، هر قدر او را شکنجه کرد گذشت. اما کسی که چنین تجارت کنه که هدایت بده، گمراهی بخره، این فما ربحت، این تجارت خوبی نکرده و این راه هدایت هم نیافته. الله سبحانه و تعالی دو مثال بیان میکنه جریان منافقین برای ما و شما که ما متوجه باشیم. جمهور علما میفرمایند که این دو مثال در شأن منافقینه. بعضی از علما میگن که مثال اول در شأن کفاره، مثال دوم در شأن منافقینه. اما جمهور علما به این نظرن که هر دو در شأن منافقین هست.
الله سبحانه و تعالی کار و برنامه منافقین را مثال میزنه. مثلهم کمثل الذی استوقد النار، مثال منافقین مثل کسی که برافروخت آتش روشن میکنه. فلما اضاءت، وقتی که آتش روشن کرد یا آتش اطراف خود روشن کرد، ما حوله، وقتی که فلما اضاءت ما حوله، وقتی روشن شد حول و گرد این آتش، چه کار میشه؟ منافق میاد در مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم، از این روشنی مسجد النبوی استفاده نمیکنه. چه کار میکنه؟ وقتی که بیرون بشه میره پس طرف کفر و اینها، ذهب الله بنورهم، میبره خدای تبارک و تعالی نور از اینا، روشنایی از اینا، و ترکهم، و گذاشت اینا در چی؟ فی ظلمات، در یک تاریکی که لا یبصرون، اینا هیچ چیزی نمیبینن. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، اینها کرن، گنگن، کورن، اینها باز نمیگردن از گمراهی. به مسجد النبوی میآین، از نور پیامبر صلی الله علیه وسلم، از نور قرآن استفاده نمی کنن. الله سبحانه و تعالی اینها مثالی میزنه، میگه منافقین مثل انسان هایی که در یک دشت و بیابان شب تاریک آتش روشن میکنن که چه کار کنن؟ پیش روی خود را ببینن. وقتی آتش روشن شد مصروف گرم کردن میشن، خود را گرم میکنن. ناگه الله سبحانه و تعالی یک باد تندر میاره، یا آتش خاموش میکنه. وقتی که آتش خاموش شد اینا هیچ طرف نمیبینن، هیچ جا را مشاهده نمیکنن. باز بیان میکنه مثال دیگر، او کسیب من السماء، یا این انسان ها مثال از اینا مثل چی؟ مثل بارانی که من السماء، از آسمان بیایه. باران وقتی از آسمان بیایه، من السماء فیه ظلمات، در او شب یک تاریکی هست، و رعد و برق، رعد و برق. چه کار میکنن؟ در اینجا الله سبحانه و تعالی بیان میکنه باز حال منافقین. انسان در دشت میمانه، شب تاریکه، شب وقتی که تاریک بود ابر هم هست، باران هم هست، رعد و برق هم هست. حالا وقتی که راه را گم کرده، با مجردی که رعد و برق، وقتی که برق میآیه، انسان باید چکار کنه؟ انسان عاقل در اثنای برق، که چون یک لمعه دور را نگاه میکنه، حتما یک درختی رو میبینه، یک خانه رو مشاهده میکنه، یک جایی رو مشاهده میکنه که پناه ببره. این کار عاقله. اما انسانی که عقل نداره، مجردی که برق میزنه این حرکت میکنه که به روشنایی بره، خب برق که دوام نداره. الله سبحانه و تعالی باز حال منافقین رو بیان میکنه. منافقین وقتی که اگر میفهمیدن که یک غزوه کشتن نداره، شهادت نداره، مجروح شدن نداره، خط اول استاده بودن ما هم هستیم، چون میفهمیدن غنایمه، مال و ثروت به دست میآیه. اما غزوه‌ای که میفهمیدن که این راه شهادت داره، این راه مجروح شدن داره، این راه شاید انسان زنده بر نگرده، باز اینجا حیله ها برای می انداختن، خود را مریض می ساختن و بالآخر 100 مشکل را پیش می کردن که ما مشکلات داریم. اینجا الله سبحانه و تعالی اینا را تشبیه می زنه، میگه این منافقین مثل انمو کسی که در دشت و بیابان مانده، عوضی که برق میآیه یک لمعه چشمان خود را باز کنه، دور را نگاه کنه که یک درختی، یک خانه، یک قریه به چشمش بخوره. وقتی که درختی دید، خانه دید، حالا که تاریک هم بشه باز میره در همون راه خود. اما این که به برق حرکت میکنه، خب برق یک لمعه. اما این که در دشت مانده، حالا برق هم صدا میکنه، رعد و برق میآیه، چه کار میکنه؟ دست به گوشا میکنه، چشما هم میبنده. این راه از کجا پیدا کنه؟ در اینجا علما میفرمایند که باران پیامبر و صحابه پیامبر هستند. رعد و برق، رعد
قرش که هست، صدایی که میکنه، این وعیدهای خداوندیه. برق مژده‌های خداوندیه. یعنی ای انسان گفتار پیامبر بشنو، وعده و وعید را متوجه شو، بعداً مسیر راه خود را ادامه بده. مسیر خود مشخص کن به وسیله وعده و وعید پیامبر، به وسیله پیامبر، به وسیله قرآن، به وسیله شاگردان پیامبر. اما منافقین هر جایی که به نفع نابود می آمدن، ما هستیم، هر جایی که می فهمیدن که اینجا ضربه به مالنا به جاننا می خوره، بعد دستار به گوشا می کردن که اصلا صدای پیامبر را نشنون، اصلا حرف پیامبر را نشنون. این قرآن، این کتاب جاویدان این مسائل رو بیان میکنه. او کسیبین، منافقین یا او انسان ها مانند چیان؟ او کسیبین، مانند او اصحاب یا صحاب یا بارانی که در شب تاریک میآید، من السماء، از آسمان، فی ظلمات که تاریکی هست، و رعد قرش و برقی که میده، یجعلون اصابعهم، میگردانن اصابعهم، انگشتان خیش را، فی آذانهم، در گوشای خیش، که صدای رعد و برق نشنون، صدای پیامبر را نشنون، صدای صحابه پیامبر را نشنون. خیلی اینجا نکته جالب قرآن اشاره کرده، میگه یجعلون اصابعهم، اناملهم نگفته، انامل سر انگشتار میگه. انسان هم که به گوش کنه سر انگشتار به گوش میکنه، اصابع کل انگشتا که به گوش نمیشه. الله سبحانه و تعالی میگه اینا چنان ورخطا میشن در لحظه ای که رعد و برق به اینا میرسه، لحظه ای که رعد و برق، یعنی لحظه ای که وعده و وعید پیامبر میشنون، چنان اینها حساس میشن که کل انگشتار به گوشاخو میکنن از ورخطایی. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، از چی؟ از ترس صاعقه ها، از ترس آوازها، حذر الموت، از ترس مرگ. والله محیط بالکافرین، خداوند احاطه کننده به حال کافران، خدا میدانه حال کافران، حال منافقان. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک است که ببره و بربایه چشمان ایشان را. کلما اضاء لهم مشوا فی، هرگاه که اضاء روشن بشه برای اینا، مشوا فی، لحظه ای که روشن شه مشوا فی، اینا میرن. لحظه ای که به نفع اینا باشه میرن، لحظه ای که بفهمن غنائمه میرن. اما و اذا ازلم علیهم قاموا، لحظه ای که تاریک بشه، لحظه ای که بفهمن که ضربه جانی و مالی وارد میشه، قاموا، به جا خمیستن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر میخواست خدای تبارک و تعالی هر آینه میبرد شنوایی از اینار و بینایی از اینار. یعنی منافق هم راه هدایت به روی و باز، منافق هم راه هدایت به روی و باز. انسانی که در عرصه نفاق کار میکنه، انسانی که دورنگی کرده و انسانی که خلاصه اسفل السافلین انتخاب کرده، این هم راه هدایت هست، بازه راه هدایت. امی ولو شاء الله ایر میرسانه که اگر خدای تبارک و تعالی میخواست هر آینه شنوایی از اینا را میبرد، بینایی از اینا را میبرد. یعنی چی؟ یعنی راه بازه. ای کسی که تو فریب دشمن را خوردی، برگرد از دنبال دشمن، ادخل فی السلم کافه، به تمام معنا به اسلام داخل شو. ان الله علی کل شیء قدیر، خدای تبارک و تعالی بر هر چیز توان داره، خدا قادره، قدرت داره، خدا میتوانه به یک لمعه، به یک چشم زدن کل منافقین از روی زمین دور کنه، کل کفار دور بسازه، کل مشرکین از بین ببره، به یک لمعه میتونه. اما ای که کافر نابود نمیشه، ای که منافق نابود نمیشه، ای که برایش مهلت داده میشه. اشاره کردیم تا اینکه
طغیان و سرکشی از اونا اضافتر و اضافتر بگرده. این بود سروران عزیز و بزرگوار که در ابتدای قرآن عظیم الشان مقدمه بیان شد، حالت متقین بیان شد، حالت منکرین قرآن بیان شد، کسانی که چنگ به قرآن زدن و عمل کردن متقین اوصاف اینا بیان شد، کسانی که قرآن و پیامبر منکر شدن کفار و حالت اینا بیان شد، منافقین هم که راه دورنگی و اینها را در پیش گرفته بودن وضعیت اونها هم بیان شد که امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شمار متقی بگردانه و ما و شمار از نفاق نجات بده. و بعداً خطاب عام خدای تبارک و تعالی که یا ایها الناس که انشاءالله در جلسه بعدی انشاءالله ادامه آیات خوانده خواهد شد. امیدواریم عزیزان من هر کدام ما و شما تلاش کنیم که با احکام قرآن آشنا بشیم. قرآن کتابیه که به هدایت ما آمده، به راهنمایی ما آمده تا ما خوشبخت کنه. باور کنیم که اگر کسی چنگ به قرآن بزنه خوشبخت دنیا و آخرت میشه، خوشبخت دنیا و آخرت میشه. پس در این قسمت باید خیلی متوجه باشیم که الحمدلله که منافق اعتقادی که امیدواریم قطعا بین جامعه ما نباشه و منافق عملی هم اگر هست عهد و پیمان ببندیم با ذات اقدس الهی که از او صفاتی که برای نفاق و منافق گفته شده خود را دور بداریم. نفاق عملی چیه؟ وقتی حرف بزنه دروغ بگه، وقتی امانتی به او سپرده بشه خیانت کنه، وقتی که خلاصه دعوا کنه دو بزنه، فحاشی کنه و اینها صفتهای نفاق و منافقینه که در روایت ها و اینها بیان شده. امیدواریم که دوست و دشمن خود را هم بشناسیم. دوست و دشمن خود چی وقت میشناسیم؟ این قرآنه که به ما دوست و دشمن و اینها معرفی میکنه. ای انسان، ای مسلمان، کی دوست تو هست؟ کدام شخص دوستتونه و کدام شخص دشمن تو هست؟ پس در این قسمت خیلی برادران عزیز و بزرگوار متوجه باشیم. دنیا میگن 4 روزه، باور کنید دنیا 4 ثانیه 4 دقیقه. میگن دنیا 4 روزه، هم 4 دقیقه کی تضمین میکنه که من 4 دقیقه بعد زنده باشم؟ پس نیت خیر داشته باشیم، نیت اطاعت داشته باشیم، نیتهای بد و اینها از ذهن و فکر خود دور بسازیم. گفتیم که دنیا 4 روز 4 ساعت و 4 دقیقه و 4 ثانیه. باید در دنیا خوب زندگی کنیم. خوب زندگی کردن در پرتو قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هست. الهی پروردگارا به برکت قرآن، به شرافت قرآن، به بزرگی قرآن، خدایا ما را عامل به قرآن بگردان، خدایا ما را مخلص به قرآن بگردان. خدایا پروردگارا مشکلات این جمع و مشکلات کل امت اسلام را خدایا به برکت قرآن آسان بگردان. خدایا پروردگارا نفاق و منافقین از سرزمین ما دور بدار. خدایا پروردگارا به جایش اخلاص را عنایت بفرما. خدایا کینه و بغض و عداوت و دشمنی از قلبها بیرون بدار. خدایا به جایش مهر و محبت و صمیمیت عنایت بفرما. خدایا پروردگارا اختلاف، نفاق، شقاق، بدبختی را از سرزمین ما دور بساز. خدایا به جایش اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما. خدایا پروردگارا کسانی که تا به این لحظه نمیدانستند فریب دشمن خوردن، با
دشمن همکاری کردن، همکاری مالی کردن، همکاری فکری کردن. خدایا پروردگارا اونها را هدایت بفرما. خدایا پروردگارا سرزمین ما را از لوث کفار پاک بگردان. خدایا پروردگارا دوستا خیلی شکایت دارن که فساد اداری زیاد شده. خدایا مسئولین ما را هدایت بفرما. خدایا رشوت و رشوت بازی را از ادارات دور بگردان. خدایا پروردگارا مسئولین ما را مسئولین سالم، مسئولین که دست و پا و چشمشان خدایا بر راه خیر حرکت بکنه. خدایا پروردگار اونها را صحیح و سالم، دست و پایشان را سالم بگردان. خدایا پروردگارا جامعه ما را از فسادهای گوناگون پاک بدار. خدایا ما زمینه های فساد و ذریعه های فساد را بیان کردیم. خدایا آن وسیله‌ای که ذریعه فساد و زمینه فساد هست خدایا از سرزمین ما دور بدار. پروردگارا این جمع را همیشه موفق، سرفراز و سربلند داشته باش. خدایا خواهران و مادران و همسران ما را با عزت و با عفت داشته باش، با حجاب اسلامی داشته باش. خدایا پروردگارا خواهران ما را در روز قیامت در کنار عایشه صدیقه، فاطمه الزهرا، زینب و ام کلثوم محشور بدار. خدایا بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما. خدایا پروردگارا محبت صحابه و اهل بیت پیامبر را در دل ما بیشتر و بیشترتر بگردان. خدایا پروردگارا محبت صحابه و اهل بیت را از قلب ما بیرون نگردان. خدایا ما را با محبت صحابه و اهل بیت پیامبر بمیران. خدایا ما را با محبت ایشان زنده بگردان و ما را در روز قیامت در کنار اصحاب پیامبر و اهل بیت پیامبر محشور بدار. یا رب العالمین، یا رب العالمین. اللهم اغفر موتانا وموت المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموت المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف أمراضنا وأمراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.